به نام خدا، این ویدیو برای آشنایی شما با سیستم ترمز یا هم پاراشوت آسانسور ساخته شده. لطفا ما رو حمایت کنید و با دقت این ویدیو رو ببینید که واقعا خیلی به دردتون میخوره. دوستان، این سیستم گاورنر بالا هستش که من الان بازش هم نشونتون میدم. دو تا بوکسل داره که به گاورنر پایینی وصل شده. کلا ما تو آسانسور دو تا گاورنر داریم معروف به ترمز مکانیکی. وقتی که این اهرم عمل میکنه، سرعت آسانسور بیش از حد مجاز که بشه، این اهرم عمل میکنه و آسانسور تکون نمیخوره و هر جا که هست وای میسه. و این میکروسویچش هست که وقتی اهرم عمل میکنه، میکروسویچ هم عمل میکنه و آسانسور رو از کار میندازه. ببینید این همون سیستم گاورنر هستش. هر چقدر میخوایم با زور تاپ بدیم نمیشه، ولی وقتی با سرعت مجاز حرکت کنه هیچ مشکلی نیست. ولی اگر سرعت بیش از حد مجاز بشه، به هر دلیلی قفل میکنه و آسانسور میسته. و این هم گاورنر پایین هستش که ببینید با همون بوکسل که از بالا اومده متصل شده و یک دسته رابط داره. این دسته پاراشوت بهش میگن. خیلی کارایی زیادی داره که در ادامه بهتون میگم. و یک میکروسویچ همانند بالا داره. این میکروسویچ وقتی ترمز عمل میکنه، میکروسویچ هم عمل میکنه و سیستم رو از کار میندازه و آسانسور هر جایی هست وای میسه. و از 6 تا کرپی هم استفاده شده. ببینید یک بار دیگه قطع هستش من به این صورت. و همونطور این بوکسلی که میبینید از بالا اومده و رفته زیر فلکه. رفقا، ما الان رو سر کابین هستیم. همون دسته‌ای که اون پایین نشونتون دادم به این صورت بسته میشه روی سر کابین به دسته پاراشوت. ببینید وقتی آسانسور سرعتش بیش از حد مجاز بشه، این به بالا میره و هم فک ها قفل میکنه به ریل ها و هم میکروسویچش عمل میکنه و به هیچ وجه آسانسور سقوط نمیکنه. درصد سقوط آسانسور با این سیستم به 0 میرسه. همون بوکسلی که بهتون گفتم اومده پایین دور زده و اومده بالا رو سر کابین بسته شد. آسانسورهایی هستن که در حال راه اندازی ان و آماده نشدن. ببینید چقدر با سرعت میاد پایین. چرا این اتفاق میفته؟ چون اون موقع سیستم پاراشوت هنوز فعال نیست و نصاب‌ها باید دسته پاراشوت رو به بالا بگیرن و بکشن که اگه موقع افتاد همونجا بیسته. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ما رو حمایت و سابسکرایب کنید. مرسی که هستید با ما.